او بعضی راهبلدا بینماز هستند. یا آدمی بینماز راهبلد کرده فرستاندیان. اینش مشکل است. او حال شریعت حج آن طرف است، او نماز نمیخواند و بنابراین این دین همچون تجارت قرار ندهید برادر، از الله تعالی ترسید. اون مالی که از پسی این راهبلدی کردید حرام است، برای که شما راهبلد، شما اهل راهبلد نیستید. اون مختصری خلیل صاحبش نقل میکنه، صاحب کتابه. حالی من با داملاهای میشناسم در تاجیکستان، داملای کلام بودن، حج رفتین طواف کرده برآمده تاکسی و نشسته گفتن که صفا و مروه به حج کن، گفتن راننده، یعنی من به کوه صفا بر گفتن داملا. حالا اون که داملا هم یا داملا بودن راهبلد شده آمدن سال 2006. من دانشجو بودم، حاجی ها 50 نفر گفتم که کسی اگر گم شد برآمده در زیر همین ستون ما رو انتظار شد یا بر رقم من زنگ زند. گفتم یکمین آدمی که زنگ زد همون داملا من گم شدم، گفته برام زنگ زدن راهبلد. وقتی که مشکلی های حج دیدن بعد گفتن که من فقط برای ساقط کردن فرض آمدم و الا من راهبلد شدنی نواز فرض نبود. آخر اگر پول نداشته باشد شما برای چی پاره میتید به کارمندای من راهبلد کرده فرستان میگوید؟ و این فرض نبود. آخر مادامی که فرض من برای فرضی ادا کردن آمدم و الا راهبلد شدنی نبودم. او فرض مادامی که پول نداشته باشید برای شما فرض نبود. آخر زنهای گفته از احرام خرانیده است. خیلی بعد که ما من کردیم پوشیدن ممکنه به زنها گفته لیکن خرانیده است، خرید گفته. او این داملا این کارا کرده باشد، اون راهبلدهای بی‌نماز چه جایی از آنها بدگیله کردن. بنابراین برادرها این عبادت حج، هر کار اگر در یک کار شما متخصص نباشید و همون وظیفه گیرید شما گناهکار میشید، پولتون حرام است برایتون. یا برای سیر و گشت یا برای دیدن خانه کعبه شده بگذار مهنت کنید، به پول خودتون بید راهبلد نشوید مادامی که علم ندارید، مادامی که از شریعت بیخبر هستید. میبینم حاجی های همین خیلی میپرتون چندین موسفی داره در روی حولی میبینیم، نه رقم تلفن یگان کسی میدونن، نه عنوان مهمانخانه میدونن، نه چند بار طواف کردگیشون میدونن، هیچ جایی نمیدونن، خواب هستین در روی حولی. میگم بچه‌م من یک علاج کنید به جامو برید. به کجا بریم؟ برای همین این خیر نکنید راهبلدا. الله سبحانه و تعالی چنان جزای میدهد که اون حاجی ها بعضیش یعنی مهنتی ده ها فرزنداش جمع کرده فرستاندگی است و یک دعای بد میکند که دنیا آخرتتون میسوزد. اونا به مهنتی عرق جبین پول جمع کرده است، بیچاره دهقان است، بیچاره مثلا صحرانشین است، شهرش ندیده است و میبیاری در یک شهری کلان همین خیلی میپرتاید حوالش به الله. بسیار گناهی کلان است. اما به همه تعلق ندارد. بعضی راهبلدهای بسیار با ایمان و بسیار راهبلدهای با علم هم هستند.